فکر میکنی سئو وبسایتت چیدن کلمات کلیدی در پست های وبسایتت سخت در اشتباهی؟ بذار یه حقیقتی رو بهت بگم. کلمات کلیدی ممکنه یوزر رو به وبسایتت بیاره، اما چی باعث میشه که اونجا بمونن؟ چی باعث میشه اونها به مشتری تبدیل بشن؟ تو چجوری میخوایی به سوالات واقعی و ناگفته هاشون پاسخ بدی؟ این همون استراتژیه که باعث میشه نه تنها مشتری بمونه اونجا، بلکه ارتباط عمیقی با کسب و کار تو برقرار کنه و چه بسا تبدیل بشه به یک مشتری واقعی و وفادار. این استراتژی رو از این به بعد انجام بده. بیا در درجه اول بهترین پست رقبات رو تحلیل کن. انجمن‌ها، فروم‌ها، کامنت‌های سوشال مدیا رو با استفاده از هوش مصنوعی آنالیز کن. اینجوری تو نقاط درد مشترک، سوالات کلی و گام‌های بعدی جستجوی مشتریات رو میدونی. محتوایی بساز که به این نیازهای عمیقی که از طریق هوش مصنوعی پیدا کردی پاسخ بده. اینجوری فقط رتبه نمیگیری، محتوایی میسازی که واقعا ارتباط برقرار میکنه، اعتبار میسازه و بازدید کننده رو به مشتری تبدیل میکنه. تو چیکار میکنی؟ این زیر برام بنویس.